کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با پخش یک آگهی میگوید شبانه روز گذشته در قلمرو کشور ترمه، یرچ و سنگرز و آبخیزی در رودخانه‌ها به مشاهده رسیده است. از جمله ساعت 10-17 مارس در ناحیه رشد قلعه ترمه یا برف کوچ 2 منزل ساکنان و یک انشاءات یاری رسان را پر و ویران کرده است. مسئولین کمیته گفتند حادثه تلفات جانی نداشت. همچنین روز گذشته در جماعت پارشنه و ناحیه شغنان سیل فرآمده 3 سر چاروای میده تلف شده است. مقامات گفتند کمیسیون ناحیوی برای معین کردن ضرر کار کرده ایستاده است. روز گذشته همچنین در پی بارشات شدید سطح آب در یک رودخانه جماعت دهات یاره شهر پنجکن بلند شده به یک پل آسیب رسانده است. مقامات گفتند تلاش دارند پل صدموی را از پر و ویران شدن ایمن دارند. صبح امروز 18 مارس در کیلومتر 266 شاهراه دوشنبه کولاب خاروق فرآمدن یرچ به قید گرفته شده است. بعد این حادثه راه موقتا بسته شده است. ساعت 2 امروز همچنین در نتیجه سنگرز شاهراه کولاب شاهین درواز در نزدیکی جماعت ویشخرف درواز موقتا بسته شد. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده راه‌های کولاب قلعه خم ونج خاروق و ونج روشان نیز برای یک مدت بسته می شوند. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند باران‌های سیل در کشور تا روز 20 مارس ادامه می‌کند و در این مدت خطر سیل و آبخیزی و برف کوچ زیاد است. بنابراین از ساکنان خواسته شده است که در 3 روز آینده از سفر به منطقه‌های آسیب‌پذیر خودداری کنند. در یک هفته اخیر چندین کاربر رادیوی آزادی با ارسال نوار از آفت‌های طبیعی در جای زیستشان خبر دادند. بعضی از آنها شکایت کردند که مقامات سر وقت به کمکشان نمی‌رسند، اما مقامات گفتند تلاش دارند که به ساکنان آفت زده کمک رسانند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.